دانستن که عمر قیمتتر از این است که پشتی زر و زیور دنیا صرف کرده شود. دانستن که چیزی قیمتتری هست که عمر باید صرف آن شود که آخرت نام دارد. مؤمنان راستین کسانی هستند که در راه نیک می شتابند، در راه انجام کارهای خیر، کارهای نیک شتاب می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند، امروز مسابقه های ما پشت این شده که خانه من بهتر از خانه همسایه باشد، ماشین من قیمتتر از ماشین دوستم باشد، لباس من زیباتر از لباس رفیقم، هم کورسم، هم صنفم باشد. بعضی از ما در حال خواب میکند که ذهنش مشغول این است که توی دخترش یا پسرش را بهتر از توی فلان همسایه‌اش یا خویشش کند، در توی خانه قیمتتر از توی خانه خویشش یا دوستش گذراند، تا مردم گویند که توی فلانی قیمتتر بود، سیر خراجات‌تر بود، ماشینش گرانتر بود. اگر حال بنده چنین است، داند که از بندگانی است که آنها را اهل دنیا میگویند. هم و غم و فکر و اندیشش دنیا و پیشرفت در دنیا و پیشصف بودن در چشم مردم است. همه سعی و تلاشش این است که مردم را بیشتر آفرین گویند، تحسین گویند، و همه غم و اندوهش این است که اگر مردم او را کم شمارند، کم پندارند. بیایید یک بار نظر کنیم که پیشینیان ما، بزرگان دین ما در چی مسابقه میکردند. آیا مسابقه های آنها مثل مسابقه های ما پشت خانه و پرده و سقف و ماشین و لباس و حولی بود، یا پشت چیزی دیگری با هم مسابقه میکردند، در تلاش رسیدن به چیزهای دیگری بودند؟ بیایید ببینیم. امام ابو داود و امام ترمذی روایت کردند که حضرت عمر گفتند: امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي. حضرت عمر میگوید همان روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به انفاق مال ما را امر نمودند، گفتند در راه خدا خرج مال کنید. وافق ذلك مالا عندي، اتفاق افتاد که من در خانه مقدار مال داشتم. فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما. حضرت عمر میگوید شاد شدم، به خود گفتم اکنون امروز میتوانم از ابوبکر پیش صفتر باشم، چون که فرصت خیلی طلایی به دست دارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته انفاق مال کنید و من در خانه مال دارم. فاتیت بنصف مالی، نصف مالم را آورده پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم در اختیار ایشان گذاشتم. نصفش را خانهش مانده، نصفش را آورده انفاق کرد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم یا عمر ما ترکت لاهلک، برای خاندانت چی گذاشتی ای عمر؟ گفتم ترکت مثله، همین مقدار در خانه ماندم. فجاء ابو بکر بكل مالی. حضرت عمر میگه بعد من ابو بکر صدیق آمد، همه مالش را آورده پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم ریخت. فرستاده خدا گفت ای ابو بکر برای خاندانت چی گذاشتی؟ قال ترکت لهم الله و رسوله، برای آنها خدا و فرستاده اش را گذاشتم. همه مالش را، مال نقدش را، البته همه دارایی آن شب و روزش را آورده پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشت. گفت چی گذاشته ای صدیق؟ گفت خدا و رسولش را برای آنها گذاشتم. حضرت عمر میگوید فقلت لا اسبقه ابدا، من گفتم، اعتراف کردم که هرگز به ابوبکر مسابقه کرده نمیتوانم، او را گذشته نمیتوانم. دیدید دوستان عزیز در چه میدانی آنها مسابقه میکردند و چگونه مسابقه میکردند؟ در خانه بهتر ساختن نه، در شتری قیمتتری زیباتر خریدن نه، در ردای گرانبهاتر داشتن نه، در انفاق در راه خدا، در اینکه بیشتر کدامشان میدهد نه اینکه بیشتر کدامشان میگیرد. در گرفتن مسابقه نمیکنند، بلکه در عطا کردن، در دادن، در بذل نمودن مسابقه دارند. مسابقه آنان در این است که کدامشان زودتر و به صورت بهتر نزد خداوند میرسد. مسابقه آنها در میدان آخرت است نه در میدان دنیا. دانستن که عمر قیمتتر از این است که پشتی زر و زیور دنیا صرف کرده شود، پشتی تحسین مردم عمر عزیز را سپری کرده شود. دانستن که چیزی قیمتتری هست که عمر باید صرف آن شود که آخرت نام دارد، رضای خداوند نام دارد. چرا آنها چنین بودند؟ در کدام مکتب تحصیل کردند؟ ختم کننده کدام دانشگاه بودند؟ آنها ختم نموده مکتب قرآن بودند.
دانشگاه قرآن را ختم نموده بودند که در آن درس‌های خیلی عالی و بزرگ است. یکی از آن درس‌ها چنین است: و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. خداوند عزوجل وقتا نعمت‌های بزرگی را که به بندگان نکوکار عطا کرده نقل کرده وصف کرده، در پایان آن فرموده و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. در رسیدن به این نعمت‌ها باید مسابقه کننده ها مسابقه کنند. یعنی این نعمت‌ها ارزنده مسابقه کردن، ارزنده سعی و تلاش نمودن، ارزنده حریص بودن به رسیدن آن است. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. در سوره مؤمنون خداوند صفاتهای مؤمنان راستین را بیان کرده که یکی از آن صفاتشان چنین است: اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. مؤمنان راستین کسانی هستند که در راه نیک میشتابند، در راه انجام کارهای خیر، کارهای نیک شتاب میکنند. فردا میکنم، ماه دیگر میکنم، خیلی سال دیگر میکنم نمیگویند، در راه انجام کار خیر شتاب دارند. یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. و در این میدان پیش صفند، میخوان یکم باشند، صدیق صفتند، میخواهند شخص اول باشند. در راه طاعت، در راه عملهای خیر، در راه رسیدن به رضای خالقشان میخواهند رقم یک باشند یا از 10 نفری اولین و بهترین باشند. و هم لها سابقون، پیش صفند. در حفظ و امان خداوند باشید.